ملت خود اطمینان میتیم که فضا باز شده رئیس، ما باز برمیگردیم مثل گذشته پرخروش و پرفروغ و قوی. در دوران جهاد افغانستان 14 سال در جهاد افغانستان بودم و هیچ گاهی به خارج کشور مهاجر نشدم، اما متاسفانه در این مرحله از تاریخ یک نوع تبانی قدرت‌های بزرگ با منطقه ما را مهاجر ساخته. اینجا یک سیاستگزار مکار بود که خودش میگفت که من دو کلاه دارم، کلاه افغانی و کلاه امریکایی. هم سیستم امریکا را فریب داد و اونا را به ذلت کشید و هم سیستم منطقه را، که امروز رئیس جمهور فعلی امریکا هم تمام گپش است که 80 چند میلیارد دلار سلاح ما را اینا گرفتن به ما بده. خیلی خوب، بخیر میگیرن. خود کرده را نه درد است نه درمان. یک فریبکار آمد همه تان فریب داد، یک بایدن خو رفته همه چیز برباد کرد و تمام ملت افغانستان هم به تباهی کشانید. امروز تمام قدرت و توان امریکا در اختیار طالبان هست. کشورهای منطقه بعضیشان خوب تغییر کرده، بعضیشان در حالت تغییر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حضار گرامی، اعضای محترم اشتراک کننده در این محفل تجلیل شهدا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به روح شهدای سالنگ از جبهه آزادی که اسامیشان را برادر گرامی ما آقای یاسین زیا رهبر جبهه آزادی نام بردن، درود میفرستم. آقای اکمل امیر، بصیر اندرابی، فهیم قربان علی و دیگر همراهانشان و روحشان را از پیشگاه خداوند شاد می‌خواهیم و غری خداوند اونها را در جوار رحمتشان پذیرا باشند. با استفاده از این فرصت به ارواح تابناک همه شهدای افغانستان درود میفرستم، خصوصا به ارواح تابناک شهدای بزرگ افغانستان چون استاد برهان الدین ربانی، استاد عبدالعلی مزاری، قهرمان ملی احمد شاه مسعود، حاج قدیر و مطلب بیگ و احمد خان سمنگانی و مرزا پیرام قل و همه همسنگران عزیز ما که در دوران جهاد و مقاومت اونا بزرگای ما بودن، همه ایشان را از خداوند برایشان رحمت طلب میکنیم. بیانات جناب آقای زیا صاحب بیانات خوبی بودن و ما هم با استفاده از فرصت که در اختیار ما قرار دادن نقاط نظر خود را خدمت شما شریک می‌سازیم. من این افتخار را دارم که در دوران جهاد افغانستان 14 سال در جهاد افغانستان بودم و هیچ گاهی به خارج کشور مهاجر نشدم. از این ولسوالی به او ولسوالی، از این ولایت به او ولایت، از این سنگر به او سنگر، از این کو به این کو، تمام 14 سال تیر کردم در افغانستان تا مردم افغانستان پیروز شد. در دوران مقاومت افغانستان، مقاومت اول، در سنگرهای مقدم جهاد 3 سال در محاصره، در سالهای آخر در کوهستانات شمال و مرکزی بودم و این آدرسی بود برای از مجاهدین که در محاصره 3 ساله قابل تصور نیست که کسی در چنین حالتی بره اونجا 200 جنگ پشت سر بگذاره. هر جنگشان از 5000 تا 10,000 تا 18,000 نفر بود. در کنار جبهه
مقاومت ملی که بر رهبری استاد برهاندین ربانی و فرماندهی شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی بود که اونا در شمال شرق بودن، در بدخشان و در تخار و در پنجشیر و شمالی. من در اون دوره هم هیچگاهی مهاجر نشدم که به حیث یک مهاجر زندگی کنم در کشوری، اما متاسفانه در این مرحله از تاریخ یک نوع تبانی قدرت‌های بزرگ با منطقه ما رو مهاجر ساخته که باور ما نمیشد و کسی که 20 سال به عنوان تروریست با یک جریان بجنگه، بعد تسلیم شد به اونا و تمام امکاناتشان را در اختیار اونا قرار بده. و کشورهای منطقی هم که در دوره‌های قبل همهشان دشمن بودن و آسیب‌های فراوان هم از اونا دیدن، اینا هم یک مسابقه برای تسلیمی در برابر اراده طالبی که هیچ چیز نبود. اینجا یک سیاستگزار مکار بود که خودش میگفت که من دو کلاه دارم، کلاه افغانی و کلاه امریکایی. هم سیستم امریکا را فریب داد، اونا را به ذلت کشید و هم سیستم منطقه را از راه ارعاب و اینمی امکانات و قدرت همه برد در اختیار یک گروه تروریست قرار داد که امروز رئیس جمهور فعلی امریکا هم تمام گپش است که 80 چند میلیارد دلار سلاح ما را اینا گرفتن به ما بده. خیلی خوب، بخیر میگیرن از اونا سلاح را، یا که فلان میدان هوایی در اختیار فلان است. خودتان کردید، خود کرده را نه درد است نه درمان. یک فریبکار آمد همه تان فریب داد، یک بایدن خو رفته همه چیز برباد کرد و تمام ملت افغانستان به تباهی کشانید. همه اقوام، همه احزاب، همه جامعه زنان که نیم جامعه است، همه را در زندان انداختن. ما با این نظام هم موضع ما همون موضع مقاومت قبلی هست و کارهای هم شد، ولی به دلایلی سرکوب شدن. ساحه مقاومت ما معلوم بود در دوران مقاومت هم، ولی اونا به شدت سرکوب شدن، امکانات رسانده نشد برشان و هنوز هم گروه های عظمی منطقه مقاومت در زمستان سرد برفگیری و کوهستانات در همون جا هستن، گاه سیر گاه گرسنه مقاومت خود ادامه میدن. اما چرا مقاومت در این مرحله، چه مقاومت ما یا مقاومت جبهه آزادی یا جبهه مقاومت ملی به رهبری برادرزاده گرامی ما امیر جوان احمد مسعود، چرا مثل گذشته یک حالت تهاجمی و درخشش ندارن؟ این هم یک ارزیابی کار است. اون زمانی که مقاومت بود در شمال شرق یک دولت پایدار بود، یعنی یک دولتی که به رسمیت شناخته در سطح بین المللی بود، سازمان ملل میشناخت، کشورهای منطقه اطراف هم همکارش بود. ما اگر در عمق کوهستانات بلخاب و یکاولنگ و در صف زندگی میکردیم و جنگ و مقاومت میکردیم، یک روزنه پشت سر معلوم میشد که اینجا کسی هست با پشتوانه آرای افکار بین المللی. ولی امروز هیچ کدام از اونا نیست. امروز سازمان ملل ما را من حیث مقاومت به رسمیت نمیشناسه. امروز تمام قدرت و توان امریکا در اختیار طالبا هست. در ظرف 3 سال آقای جان سابکو اعلام کرد که ما 21 میلیارد دلار به طالبا کمک کردیم. این سال 4مش هم که هنوز معلوم نیست که شاید برسه به 30 میلیارد. تسلیحاتش هم که به همون شکل. اگر نه طالب کجا بود؟ طالب بعضی
قلوردها و فرقه ها را که خالی کردن امریکا و دولت آقای غنی، اونجا طالبان درست روز بعدش رفتن اونجا. من به بعضی کشورهای همسایه موضوع رو گفتم که شما میگین که اینا قهرمان اسلام هستن، قهرمان اسلام نیستن. اینها نیروهای نیابتی کسانی هستن که آوردن اینا رو اینجا تمام امکانات خود برشان دادن. خب اینا تمام کشورهای منطقه هم به ترس ازی که میگه از ترس گرگ به کفتار پناه میبرن، یا این که طفل که سیلی بزنه به دامن مادر خود میچسبه اگه مادرش بزنه، چون پناهگاه دیگه نداره. کشورهای منطقه از ترس اینا رو امنیتش فراهم میکنن. پول دادن از جامعه جهانی و مشروعیت دادن از اونا و حفاظ امنیتیش کشورهای همسایه ما همچنان به مقاومت خود هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه میدانی هستیم، منتها به اساس اینمی مجبوریت هایی که هست کمی کمرنگ است، ولی ما هم باز هم برای ملت خود اطمینان میتیم که فضا باز شده رئیست، ما باز برمیگردیم مثل گذشته پرخروش و پرفروغ و قوی. و در این رابطه به برادرای خودم اطمینان میتیم به جبهه آزادی، جبهه مقاومت، که ما مثل شما در سنگرهای مقاومت هستیم و پرفروغتر خواهیم ظهور کرد. دیگه امروز که 4 سال میگذره دنیا شاید تغییر کرده باشه، میگن تغییر کرده، رفت و آمده و حیاتایی که در این روزا میه و میرن فهمیده میشه که تغییر کرده. کشورهای منطقه بعضشان خوب تغییر کرده، بعضشان در حالت تغییر است. همین که راه باز شوه، فضا باز شوه، بعد از او انشاءالله میبینیم که دیگه اینا زوال از اینا شروع میشه. بعض کشورها به اساس تجربیاتی که گرفتن خیلی موضعش مساعد است، بعضی های دیگه هم در شک و تردید. ولی مهم است که ما و شما یک دست و یک زبان باشیم و چند زبان گپ نزنیم، یکی رو ملامت نکنه، یکی به جان یکی دیگه تهمت نکنه، یکی به جان دیگر مثلا ملامت و تخطئه نکنه. اینی کارساز است که ما امید برای مردم باشه که تمام کسایی که در عرصه مقاومت میدانی هستند یا در جبهه مقاومت سیاسی هستند اینا هم زبان و هم دل هستند. بنابراین ما زیاد وقت شما را نمیگیریم و حرف زیاد گفتن میگه دست گفته یک نیم کردار بی، از گفتن کرده زیاد یک عمل کردن خوب است. ما یک عمل نکنیم و با زیاد گپ بزنیم خیلی سرد و بیروح خواهد بود. ولی ما به همه اطمینان میتیم که ما در جبهه انشاءالله هستیم و بیشتر از این ظهور پیدا میکنیم. و بار دیگه از همه عزیزانی که فرصت برابر کردن برای ما وقت دادن تشکر میکنیم و به همه شهدای اسلام و افغانستان درود میفرستیم، خصوصا شهدای سالنگ که به اون مناسبت مجلس گرفته شده، اونا را غریق دریای رحمت الهی میخواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.